و بازم این سوال خیلی از عزیزانه که میگن اگه ما نتیجه نگیریم چه اتفاقی میفته. اصلا امکان نداره که کسی نتیجه نگیره، چرا که این آموزش ها برای همگی برابره، هیچ فرقی نمیکنه که شما دکتر باشین، معلم باشین، خانم خانه‌دار باشین، چی دبیرو کار کرده باشین، چی نکرده باشین، آموزش ها برای همگی برابره و همچنین همگی هم همون منتور و کوچ دارن. سپورت های کمپینیه. الان ببینید در این سمیناری که ما هستیم ما چرا اینجا آمدیم؟ چون که علم مارکتینگ همیشه در حال تغییره و این جلسات میذارم و در کنار از این ما جلسات زنده هر هفته هم داریم که کسایی که در این بزنس هستن بتونن شرکت کنن و از چیزایی که اپدیت میشه و از تجربیات دیگران استفاده کنن. پس اصلا غیر ممکنه که کسی نتیجه نگیره. در کنار درآمدزایی‌هایی که ما دریافت میکنیم به خیلی منفعت‌های دیگه هم میرسیم که یکی از اونا بزرگترین از اونا رشد شخصیتی ماست.